فصلی و هارون فصلی و هارون بلبلتی مون گل گلزارون. مار را میگیرد و در آستین پرورش میدهد بدون آنکه او را نیش بزنند. آقای مروتی علاقه خاصی به مارها دارد. سالهاست آنها را از زیر سنگ هم که شده پیدا می کند و چند روز در خانه نگه می دارد. این مارا سمی هستند؟ مار خطرترین ماره. هر خطر زهری از این مارا 10 نفر از پا در میاره. در مدتی که مارهای سمی در خانه اش هستند عجیب است به او و خانوادهش آزاری نمی رسانند. مداری 10-15 سالت یمه تکی مار از سر و کار من است. هر خانوادگی با مار باز یکین. بعد آسیبی به شما نمی رسونن اینا؟ نه والله هیچ آسیبی نرسه. هر عادیه تکی مار زندگی یکین تکی مار نه. فرزندانش از دوستی با مارها میگویند. مارهایی که سرگرمی آنهاست و گاهی هم نقش اسباب بازی برایشان دارد. من اصلا با مارا بازی میکنم. اصلا اسباب بازی ما این مار است. هستی دختر خانواده از کودکی با مار بزرگ شده. من و بابام میرین از کو این مارا میاریم. از این مارا نمی ترسی؟ نه این دوست من. حکمتی که لایق مثلا خطرترین مار اسموی ایتر حالتی عادی اویتو بومان. او بعد از چند روز به دامنه کوه می رود و مارهای خطرناک را همانجا که گرفته بود آزاد می کند. زندگی این خانواده با مارهای سمی در شرایطی که شاید خیلی از ماها از شنیدن اسم اون هم وحشت داشته باشیم. حالا چه برسه به این که مار وسیله‌ای برای سرگرمی و حتی اسباب بازی بچه‌ها باشه. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فیروزه روانسر.